و شما به حول قوه الهی خواهید دید اونی که تو این میدان شکست خورده و سرفکنده تر از امروز از این میدان خارج می شود رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکاره و قهرمان این میدان مقاومت فلسطین و سایر مقاومت هایی که از فلسطین دارن حمایت میکنن اونها هستن بدون تردید. حرف آخر این که در تشییع شهید عالی مقام سلیمانی شما شنیدین که یکی از رهبران برجسته فلسطین در پایان سخنش 3 بار تکرار کرد که شهید سلیمانی شهید قدس است. حالا خوب معلوم می شود وقتی شهید سلیمانی هم گفته می شود شهید قدس است، این پر کردن دست شهدا، دست مقاومت فلسطین امروز اینجور خودشو داره نشون میده و در حقیقت اونی که تو این صحنه با رژیم خونخوار صهیونیستی داره می جنگه شهید سلیمانی است و برادرانش در فلسطین. و ما اگر امشب دور هم جمع شدیم و انشاءالله استفاده می کنیم از سخنان ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله جناب آقای رئیسی، با هم پیمان می شویم که این مسیر نورانی شهدا و مخصوصا شهید عالی مقام شهید سلیمانی و یارانش رو خوب بیاموزیم. امروز لازمه که به تمام مردم کرمان و همه مردمی که از سر تا سر کشور در کرمان بودند و برادرانشون و فرزندانشون مورد تهاجم خونخوارانی که از طریق امریکا و رژیم صهیونیستی تأمین میشوند جنایت آفریدند، به اونها هم تبریک و تسلیت بگیم و هم به شهدای قهرمان فلسطین که این مرد برجسته شهید العاروری که یکی از قهرمانان فلسطین بود، منتها از اون کسانی که امثال ایشون دلیر مردانی هستند که می توانند این مسیر نورانی رو ادامه بدن.